قصه ما مثل شد. سلام و درود همراهان عزیزی رادیو مهر، بچه های خوب و دوست داشتنی تاجیکستان، امیدهای آینده، حالتان چطور است؟ سلامت و شاداب و خندان هستید؟ درس و مکتب و همه چی خوب است؟ آرزو دارم همچنانه که در درس بهای عالی دارید، در پیشگاه خداوند هم سربلند باشید و بهایتان عالی. من مدینه هستم و امروز آمدم تا با هم سرگذشت یک مثل دیگر را شنویم. تا به حال این مثل به گوشتان رسیده است که ارزان به علت نیست، گران به حکمت. در معنای این مثل گفته می شود که نرخ چیزها را بر اساس ارزش آنها می گذارند. البته باید توجه داشت که هر چیزی ارزشمند گرانبهاست، اما هر چیزی گران قیمت نشانه ارزشمند بودن آن نیست. دوستان عزیز، آماده هستید تا ماجرای این ضرب المثل را بدانید؟ روزگار تاجری که دکانی بزرگ در بازار داشت، دو شاگرد همسن و سال را به کار گرفت. تاجر هر ماه به یکی از شاگردان 50 سکه و به دیگری 200 سکه معاش می‌داد. شاگردی که کمتر معاش می گرفت بارها خواسته بود دلیل این تفاوت را با صاحبکارش در میان گذارد، ولی هر بار ترسیده بود صاحبکارش از او دلگیر شود. در یکی از سفرها که مردی تاجر به همراه شاگردی که معاش کمتر می گرفت بود، تاجر بعد از اینکه معامله پرسود را انجام داد خیلی خوشحال شد. به همین دلیل به شاگرد پیشنهاد کرد تا با هم به چایخانه شهر بروند. شاگرد که تا آن وقت صاحبکارش را به این اندازه سری حال ندیده بود، جرأت پیدا کرد تا سوالی که همیشه در ذهن داشت از او بپرسد. شاگرد گفت: ارباب، شما هر کاری که به من میگویید سعی میکنم به سرعت و با بهترین شکل انجام دهم، ولی نمیفهمم چرا پول من خیلی کمتر از همکارم هست. تاجر لبخند زد و به او گفت: پسرم، طاقت بیاور. همین چند روز آینده دلیلش را به تو اثبات خواهم کرد. یک هفته از آن مسافرت کوتاه شاگرد و استاد گذشته بود و شاگرد گمان میکرد تاجر قولش را فراموش کرده. ناگهان صدای زنگ‌های شتران کاروان به گوش رسید. صاحب مغازه رو به شاگردانش گفت: امیدوارم کالای خوب به شهر ما آورده باشند و کالای شهر ما را هم خوب بخرند و به شهر خود ببرند. یکی از شما برود و برایم خبر بیاورد. شاگردی که معاش کمتر می گرفت برای اینکه شایستگیش را به تاجر نشان دهد فوراً رفت. چند لحظه از رفتنش نگذشته بود که دوباره بازگشت و گفت: ارباب، یک کاروانی بزرگ است با شترهای زیاد که به گردن هر شتر یک زنگوله بزرگ آویخته و صدای دوچندان ایجاد می کنند. خیلی با شتاب رفتند و من فکر نمی کنم اصلاً در شهر ما توقف داشته باشند.
تاجر همین طور که مشغول حساب و کتاب بود سرش را بالا گرفت و رو به شاگردش لبخند زد و گفت تشکر. بعد رو کرد به شاگرد دیگری و گفت حالا تو برو ببین چی خبر است. شاگرد که تا آن موقع مشغول کار بود دست از کار کشیده لباسهایش را مرتب کرد، اجازه گرفت و از دکان خارج شد. مدت زیاد از رفتن شاگرد دومی گذشت ولی او باز نگشت. شاگرد اولی پیش خود گفت این صاحب کار نمی بیند که این کارگیرز از آن وقت تا حال در کوچه و گذر مانده است تا من تمام کارها را به تنهایی انجام دهم. بعد حقوق بیشتر را به او می دهد. بعد از چند ساعت شاگرد دوم بازگشت. تاجر از او پرسید چه خبر؟ پاسخ داد بله کاروان بزرگ است با 140 نفر شتر و 25 رأس الاغ که روی تمام آنها بار بسته شده است. حدودی 12 نفر از تاجران آن شهر هم همراهشان هستند. بارشان پارچه و مغز بادام و چماق است. مقصدشان شهری دیگر است ولی فکر میکنم ما بتوانیم مقدار از کالای آنها را بخریم و در عوض کالای خودمان را به آنها بفروشیم. چون شترهایشان بار زیادی را حمل نمی کنند. آنها برای اینکه شب مورد حمله راهزنان قرار نگیرند شتاب میکردند تا هوا روشن است به کاروانسرای بعدی برسند. آنها تعریف ادویه و پشم این شهر را خیلی شنیده بودند. با آنها صحبت کردم و قرار ماندیم فردا صبح نمونه از کالاهای مورد نیازشان را برایشان ببریم تا اگر پسندیدند از ما بخرند. تاجر که با دقت حرفهای او را گوش میکرد گفت خیلی خوب. نرخش چی؟ درباره نرخ ادویه و پشم با آنها صحبت کردی؟ شاگرد گفت در مورد نرخ با آنها صحبت نکردم. گفتم ارباب می آیند درباره آن صحبت می کنند. تاجر گفت احسنت به تو، این پول را بگیر و برای فردا کم آب و خوراک تهیه کن تا با هم به آن کاروانسرا رویم. وقتی شاگرد از دکان خارج شد، تاجر رو به شاگردی که معاش کمتر می گرفت گفت حالا فهمیدی چرا حقوق او 2 برابر توست؟ ارزان به علت نیست و گران به حکمت. دوستان و همراهان عزیز، این بود ضرب المثل برنامه امروز. تا یک مثل و حکایت دیگر در پناه خدا سلامت باشید. قصه ما مثل شد.